و سلام. اگه گیمرین، گرافیستین یا معمارین و لپتاپتون همیشه داغ میکنه و مشکل داغ شدن سی پی یوتون دارین، میتونین با این تنظیمات خیلی راحت باعث بهینه سازی سی پی یو لپتاپتون بشین که کمتر داغ کنه و عملکرد بهتری داشته باشه. توی قسمت سرچ کنترل پنل رو باز میکنیم، وارد پاور آپشن میشیم و قسمت چینج پلان ستینگ رو باز میکنیم. توی این قسمت چینج ادوانس پاور ستینگ و اینجا توی پاور منیجمنت قسمت سیستم کولینگ، اگه این دوتا گزینه روی پسیوه، روی اکتیو بذارینشون و اوکی کنید. به همین راحتی مشکل لپتاپ شما میتونه حل بشه و سی پی یوتون بهتر میتونه خنک سازی شه و بهتر کار کنه لپتاپتون. ممنونم با من بودین. لطفا ما رو از کانال آرسلاین دنبال کنید.